برای اینکه به آمریکا و اسرائیل جنایتکار بفهمونیم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. هر چقدر بیاد ترور بکنه، هر چقدر ما رو لحاظ نظامی تهدید بکنه، ما جواب کوبنده‌تری بهش میدیم. ما مردم پشت ولایت و رهبرمون هستیم، هیچ وقت کشورمون رو پشت خالی نمی‌کنیم. توقعم اینه که خلیج فارس بشه قتلگاه ناوهای امریکایی. ঢালাইয়ের সেরা প্রিমিয়ার সিমেন্ট।